این روز جمعه هست و فضیلت این روز را هم بر ما و شما فهمانید. این روز همان روزی هست که پدر شما آدم خداوند پیدا کرد. در همین روز خداوند جان در وجود حضرت آدم داخل گردانید و در همین روز ادخل الجنه، در همین روز پدر شما حضرت آدم خداوند داخل جنت گردانید. و فیه اهبط الی الارض، پیغمبر خدا میگوید در همین روز به سبب خطایی که پدر شما حضرت آدم کرد خداوند از جنت در زمین پرتافتش. و فیه تقوم الساعه، همان قیامتی که خدا بر شما میگوید این ساعت آتیه لا ریب فیها، قیامت آمدنی هست، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، در همین روز برپا می شود.